آرش سلطان خودت یا خر ادا تو در میاره. شیر نه اون مال لوتیگریه. تو رسته حماقت فعالیت میکنی. فیلمای دیشبتون رو مهدی برام فرستاد، مست پاره. این چه مدل رانندگیه؟ دست فرمونت خوبه؟ آرش گوسفندا هم میخوان برن تو طویله، به ترتیب میرن تو از وسط اتوبان میخوای بری تو خروجی، میری اون جلو از اون بیخ میخوای بچپونی تو. فکر کردی راننده ای؟ نه، بهت راه میدن که بری. میدونی چرا؟ چون تو مسابقات گاوبازی هم جایزه رو به اونی میدن که بهترین جا خالی رو به گاو میده، نه اونی که با گاو درگیر میشه. آرش تو مست میکنی 4 نفر میخواد خودتو کنترل کنه، بعد تو میتونی ماشین رو کنترل کنی؟ دز آدرنالین هیجان دوست داری؟ خب بیا من با یه 100 شاش دنبالت میکنم، ببین چه هیجانی داره، واسه مردمم خطر نداره. راستی این مه شکن عقب رو برای چی روشن میکنی آرش؟ الان مه هست؟ خفن میشه؟ یعنی مثلا با روشن کردن یه لامپ 20,000 تومانی 200 میلیون میره رو قیمت لگنت؟ آرش چش راننده پشتی اذیت میشه. به نظرم به جاش یه لوستر از سقف ماشین تاویزون کن داداش. ببین آرش، تو خریت صاحب سبکیا، یه روزی تاریخ به افتخارت ایستاده میشاشه.